سوال دیگری که امروز بسیار مردم مخصوصا در روسیه و دیگر جمهوری سابق شوروی به چشم می‌آورد، این یک خطی به نام اسم است که فوندامنتالیسم است که همه را می‌ترسانند و حکومت تاجیکستان هم از این چیز هر قدر خواهد به منفعت خودش سود می‌بردارد و همه را با این ترساندنی می‌شود. شما همچون یک رهبری تمام نیروهای مردمی تاجیکستان به این چی بها میدید و چگونه تفسیر میکنید؟ درست است که در حقیقت همیشه دشمن های ملت های مستضعف مخصوصا ملت های مسلمان ها برای بدنام کردن حرکت های آزادی خواهی و استقلال طلبی آنها کوشش میکنند که با نام های ساخته و بافته خود که چنانچه میگویند افراطیون، اکستریمیست، فوندامنتالیست، با این کلمه ها میخواهند که چهره حرکت های تازه مردمی را سیاه بکنند. در حقیقت از طرف چه رژیم فعلی دوشنبه و از طرف بعضی از سیاستمدارهای غیر مردمی ضد مردمی این آوازها هستند که گویا که حرکت هایی که امروز مخالف رژیم کمونیستی تاجیکستان هستند اینها حرکت های فوندامنتالیستی باشند، ولی خود این کلمه اغوا انگیز است، کلمه است که برای بدنام کردن حرکت ها استفادهش میکنند و ما حرکت های هستند که اصلا مردمی هستند. ما به خاطر آرمان های مردم، با خاطر آرزوهایی که آنها در دل دارند این حرکت ها را ایجاد کردیم و از لحاظ اسلامی ما فقط مسلمان هستیم و دیگر هیچ یگونه فوندامنتالیست یا که دیگر افراطی، ارهابی، دیگر کلمه هایی که برای ما استفاده میکردن اینها محض برای سیاه کردن چهره حرکت و جهاد و مبارزه ما هست. وگرنه ما خود با جز یک مسلمان هایی که تابع مذهب امام اعظم ابو حنیفه نعمان دیگر چیزی نیستیم و مطمئن هستیم که ما با همه حرکات های اسلامی که در دنیا هست با اونها شناس هستیم، اونها را میفهمیم که کدام اینها تندرو هستند، کدام اینها بی مذهب هستند، کدام اینها از کدام مذهب هستند. ما این چیزا را درک میکنیم و شناسایی قبلی هم داشتیم و فعلا هم که در این جهان آزاد آمدیم با بسیارتر به این چیزها شناس شدیم و باوری داریم که انشاءالله کسی ما را فریب داده نمیتوند و حرکت ما را و چهره جنبش و مبارزه های ما را هیچگاه سیاه کرده نمیتوند و ما را از آن مسیر اسلامی و آزادی خواهی که داریم کسی ما را به دیگر طرف منحرف ساخته نمیتوند.